شرکت مخابراتی بیلین با کمیته انداز تاجیکستان وارد بحث نوی دادگاهی شده است. این شرکت دعوا دارد که کمیته انداز آنها را نادرست جریمه بست. کمیته انداز تاجیکستان در پی یک سنجش سال گذشته اندازهای پرداخت نشده بیلین را کشف کرده این شرکت را به سپردن 51 میلیون سامانی نزدیکی 6 میلیون دلار قرض و جریمه موظف نموده است. بیلین در عریضه خود به عنوان دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه خواستار بیکار کردن قرار کمیته انداز شده است. بحث نوی دادگاهی در حالی است که سال 2016 هم کمیته انداز تاجیکستان همین شرکت را با اتهام نپرداختن مالیات در حجم 151.3 میلیون سامانی جریمه کرد و بحث به فایده دولت حل شد. این قرار به گفته شرکت مخابراتی آغاز تنزل شرکت گردید. در یک اظهاراتش بیلین گفت سال 2016 در مجموع در حجم 73 میلیون دلار انداز سپرده تنها 68 میلیون دلار فایده دیده است. زیبانیسا عبدالله‌زاده رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه روز 10 می در صحبت با رادیو آزادی گفت شکایت تکام 2 ماه پیش دسترسی آنها شد ولی بنابر شکایت کاساسیونی آن به دادگاه عالی اقتصادی فرستاده شد. مسئولان شرکت بیلین هم در یک صحبت تلفنی وجود دعوا با کمیته انداز را تصدیق کردند. یک مسئول این شرکت بدون ذکر نامش روز 10 می گفت مسئولین شرکت امیدوار هستند که دادگاه حق را به حقدار میرساند. شرکت بیلین تا ماه گذشته به هلدینگ مخابراتی ویان تعلق داشت که اکثر سهامدارانش ثروتمندان روس هستند. ویان روز 6 اپریل امسال اعلان کرد که یک عضو این گروهش جمعیت مسئولیتش محدود تکام LLC که در تاجیکستان زیر برند بیلین فعالیت میکند به فروش گذاشته است. منبع رادیو آزادی در شرکت بیلین گفت واقعا هم شرکت فروخته شده است ولی حالا حجت گذاری خرید و فروش به انجام نرسیده است. این هم صحبت ما از شرح بیشتری موضوع از جمله آشکار کردن اسم مالکدار نوی بیلین خودداری کرد. در اطلاعیه مطبوعاتی روز 5 اپریل نشر شده گفته می شود که مالکدار نوی برند بیلین شرکت با اسم زت موبایل می شود و به مقام رهبر کل شرکت متخصص زاده خرواتیا ماریو سویتکوویچ تعیین شده است. جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود. در گذشته 10% سهمیه های این شرکت به حسن اسدالله‌زاده رهبر اوریون بانک تعلق داشت. در یک مصاحبه‌اش با نشریه کمرسن سال 2017 رهبر سابق هولدینگ ویون در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت مالیات در تاجیکستان انتقاد کرده بود. و در صحبتش گفت که بیلین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله را حل کند.